خوشبختی تنها از جانب الله میآید. الله صاحب خوشبختی. بعضی انسان ها میلیون ها دلار دارند، نه که خوشبخت نیستند. الله خوشبختی به کسایی نصیب میگردونه که دلشان همیشه با یاد الله است. الله در قرآن میگوید: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. این معنای او را داره که دلها به یاد الله به غم و غصه پر میشوند. الله گفت: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هر چنده که او میلیون ها دلار داشته باشه با جمع کردن پول خوشبخت نمیشه.